میگم یک سوال دارم، ما مسلمانیم یا خارجی ها؟ اگر ما مسلمانیم چرا به کشورها ما و شما اغزر آدم فقیر و بیچاره و غریب وجود داره، در حالی که به کشورها خارج یک نفر هم نیه؟ دلیل میفهمیم چیه؟ به خاطر که ارکان اسلام ما به جا نمیاریم، به خاطر که شریعت اسلام چیزی که گفته ما او عمل نمیکنه. اسلام گفته خیرات بدیم، زکات بدیم. یک نفر از پولدارا اسلام مسلمان خیرات و زکات خود نمیده. به او خاطره که کشورها ما مسلمان ها همیشه فقیر و نادار و غریب زیاده. نگاه کنیم برادره، با تورنتو هم اینجا، تورنتو همین ویدیو که میبینیم دوستان، نگاه کنیم کانادا چقدر مردم توفا آورده برای اینجا کشمیش و مچون نخوت و لوبیا و روغن و رخت و لباس و کش هر چی از تنگ باکس ها اونجا پر و کمپانی پره. یک کنتینر هم ما آوردم. اینا خیرات هایی که مردم دادن. ای برادر نگاه کنیم، هیچ کی نی بیا اینا رو بگیره، هیچ کس نی بیا ببره باور کنه. هم مردم وضع خوبه. به خاطر چی؟ به خاطر که مردم کمک میکنن، کسانی که دارن کمک میکنن. ما و شما هم غیر از اینکه اسلام دین ما گفته وظیفه وجدانی مونه، وظیفه انسانی مونه، باید کمک کنیم تا دستا خود نشینیم به جا خود. برادر بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند. تو که از منت دیگران بیغمی نشاید که نام نهاد آدمی.